به دلیل بمبگذاری مرگبار در نزد سفارت آمریکا در کابل در هفته گذشته، رئیس جمهور ترامپ از مذاکرات با طالبان دست کشید. او روز دوشنبه گفت مذاکرات دیگر مرده است. وقتی من شنیدم که آنها یک سرباز ما و 12 انسان بیگناه را کشتند، گفتم اصلا در چنین شرایط ملاقات نمی کنم. آنها خطا کردند. روز شنبه ترامپ در توییتر نوشت میخواست روز یکشنبه در قرارگاه کمپ دیوید با طالبان ملاقات کند، اما بعد از ترکش آن را لغو کرد. تحلیلگران میگویند شاید سبب بمبگذاری نباشد، چون طالبان از این کارها زیاد میکنند. در واقع ترامپ به نگرانی‌های افزاینده در کابل و واشنگتن از سازش با طالبان واکنش کرد و از آن دست کشید. بر اساس سازش با طالبان، امریکا باید هزاران سربازش را از افغانستان بیرون میکشید و طالبان هم با تروریستان همکاری نمیکردند. طالبان گفتند شتابکاری ترامپ گفتگوها را به هم زد و آنها جنگ را ادامه میدهند و اما هنوز هم امید برای صلح باقی مانده است. فکر میکنم امکانی سازش هست، چون در نهایت همه طرف‌ها میخواهند سازش به دست بیاید. رئیس جمهور اشرف غنی که از مذاکرات بیرون بود گفت روند صلح به چنین اتفاقات نمی شود. صلح به قید و شرط نمی شود. حالا مذاکرات به سازش آتش بس امکان ناپذیر است. دونالد ترامپ وعده داده بود که به جنگ ها پایان می‌دهد و می‌خواهد تا انتخابات سال 2020 سربازان آمریکایی را به کشور برگرداند. هدف حرکت اخیری او را ضعیف کردن موقع طالبان در مذاکرات می‌دانند. امریکا برای ترک افغانستان شتاب دارد، از این رو مشتاق سازش است. طالبان راحت میگویند اگر پیشنهاد به ما معقول نبود، طلبات شما معقول نبود، ما به آسانی از گفتگو دست میکشیم، چون در میدان جنگ موافقیم. این یک تمایل است که تغییر نمییابد حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود. بعد سقوط طالبان در سال 2001 حالا آنها مناطق زیادتری افغانستان را در دست دارند. بعد از حمله های روز 11 سپتامبر در آن سال، امریکا برای پناه دادن به القاعده طالبان را سرنگون کرد.